آخه من به تو چی بگم؟ هنوز یادمه وقتی اون یه تکه چوبو به دست آورده بودی چه حسی داشت. با تمامی معنی که داشت ارزش نداشت. خدای جنگ، خدای درد، برای رنج، برای ویرانی. نورس ها به من گفته بودن که به دنبال رستگاری باش که خوب میدونم لایقش نیستم، اما چه چیزی مرا ساخت. خدای حماقت، خدای امید، خدای امید. تو همه چیز تو از دست خواهی داد، همه کس و کار تو تبدیل به هیچ بخششی برای تو نیست. این انتخاب خودت بود.